آشتی با کودک درون یه تمرین عملیه که همین الان اونو با همدیگه انجام میدیم. اما قبلش اجازه بده یه کوچولو با همدیگه صحبت کنیم که بدونی چرا این تمرین رو داری انجام میدی. گاهی درون هر کدوم از ما یه کودک طرد شده و زخمی زندگی میکنه که هنوز منتظر عشقه، منتظر درک شدن و آرامشه، چیزایی که هنوز به اون داده نشده. و این ترس ها، دلتنگی ها و طرد شدگی ها رو با خودش حمل میکنه، چون اونا زیر لایه های بزرگسالیش پنهان شدن. این کودک هنوز درون تو نفس میکشه و گاهی بدون دلیل خسته و بیقرار میشه. تمرین شفای کودک درون دعوتیه برای بازگشت به ریشه خودت، جایی که عشق، امنیت و پذیرش بی قید و شرط معنا پیدا میکنه. در این مسیر قرار نیست که گذشته رو پاک کنی، اما قراره که بخش‌های فراموش شده رو در آغوش بگیری و زخم‌های کودکی رو در خودت حل کنی. با این کار در تازه‌ای به سوی آرامش، اعتماد و احساس ارزشمندی باز می‌کنی و یاد می‌گیری که خودتو ببخشی، گذشته خودت رو در آغوش بگیری و مسائل گذشته رو برای همیشه حل کنی و با قلبی آرامتر زندگی کنی و به کودک درون خودت اطمینان و اعتمادی رو بدی که آرام و امن زندگی کنه و همیشه شاد و خوشحال باشه. این ویدیو برای همه است. یک مدیتیشن عمیق برای پاکسازی زخم‌های کودکی و آسیب‌های درونی که در بزرگسالی باعث شده شما در زمینه‌های مختلف از جمله روابط، کسب موفقیت و به دست آوردن پول و ثروت مشکل پیدا کنید. آماده بشید برای شروع این تمرین. یک اتاق خلوت و نیمه تاریک رو انتخاب کنید. نور ملایم. اگر عود و شمع در دسترس خودتون دارید، اونها را هم روشن کنید. روی تخت دراز بکشید و یا روی یک مبل راحتی بنشینید. چشم‌هاتون رو ببندید و آرام بگیرید. برای چند لحظه تمام افکار رو پشت در بذارید. آرام 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 نفس بکشید. آرام 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 نفس بکشید. حالا اکسیژن رو بگیرید و ببرید داخل پای چپتون. به تمام قسمت‌های پای چپتون فکر کنید. حالا نفستون رو رها کنید و آروم نفس بکشید. دوباره اکسیژن رو بگیرید و این بار ببرید داخل پای راستتون. به تمام قسمت‌های پای راستتون فکر کنید. آرام آرام. حالا رها کنید و آرام بگیرید. نفس را بگیرید و ببرید داخل ناحیه کشاله‌های ران، دستگاه تناسلی و باسن. به تمام این قسمت‌ها فکر کنید و حالا رها کنید. اکسیژن رو بگیرید و ببرید داخل ناحیه شکمتون.
به تمام قسمت‌هایی که داخل شکمتون وجود داره فکر کنید. اجازه بدید اکسیژن تمام این قسمت‌ها رو متبرک کنه. حالا رها کنید و آرام بگیرید. اکسیژن رو بگیرید و ببرید داخل ناحیه سینه، ریه ها، قلب و تمام این بخش ها. به اینها فکر کنید. حالا رها کنید. آرام بگیرید. آرام آرام. آرام آرام. حالا اکسیژن رو بگیرید و ببرید در ستون فقراتتون، یکی از بخش های اساسی بدن. به ستون فقراتتون فکر کنید. حالا رها کنید. اکسیژن رو بگیرید و دوباره ببرید داخل کمرتون، پایین کمر و بالای کمر، کتف‌ها و به تمام نواحی پشت فکر کنید. حالا رها کنید و آرام بگیرید. نفس رو بگیرید و ببرید داخل دست هاتون، شانه ها و دست ها. حالا رها کنید و آرام بگیرید. اکسیژن رو بگیرید و ببرید داخل ناحیه گلو و گردن. به این قسمت ها فکر کنید و رها کنید. اکسیژن رو بگیرید و ببرید داخل ناحیه صورت، فک ها، دندان ها، لب ها، بینی، چشم ها و پیشانی. به همه این بخش ها فکر کنید، رها کنید و آرام بگیرید. اکسیژن رو بگیرید و ببرید داخل ناحیه سرتون، پشت سر و بالای سر. به این قسمت ها فکر کنید و حالا رها کنید. حالا اکسیژن رو از بالای سرتون بگیرید و بیارید داخل تمام بدنتون و اجازه بدید که از پاهاتون خارج بشه. آرام آرام. آرام آرام. حالا به دوران کودکیتون فکر کنید. به کشوری که در اون زندگی می کردید. به شهر دوران کودکیتون. به اون منطقه، اون محله، به اونها فکر کنید. به خونه دوران کودکیتون. برید داخل اون خیابون. اگر کوچه‌ای بوده برید داخل اون کوچه. به اون خونه نزدیک بشید. نزدیکتر. جلوی در اون خونه. در رو باز کنید. داخل اون خونه رو نگاه کنید. وارد خونه بشید. به در و دیوار نگاه کنید. به در و دیوارهای اون خونه نگاه کنید. داخل اتاقها برید. دوران کودکیتون رو به یاد بیارید. داخل یکی از اتاقها یک کودک معصوم و مظلوم نشسته. به اون نگاه کنید. او رو ببینید. به اون نگاه کنید. بهش لبخند بزنید. بهش نزدیک بشید. ازش اجازه بگیرید و دستهاش رو لمس کنید. ازش اجازه بگیرید و اون رو ببوسید. ازش اجازه بگیرید و او رو بغل کنید.
به او بگید که دوستش دارید. به او پیام‌های قشنگ رو بگید، اون چیزهایی که دوست داره اون کودک بشنوه. بهش بگید که دوست داشتنی است. بگید که کافیه. بگید که به اندازه کفایت خوبه. حس امنیت رو به اون منتقل کنید. بهش بگید که از این به بعد در کنارشید. بهش بگید که دیگه تنهاش نمیذارید. بهش بگید که دیگه کنارش خواهید بود. و تمام تنهایی هاش رو پر میکنید. این کودک خود شمایید. صمیمی بغلش کنید. بهش حس امنیت بدید. حس دوستی. بهش بگید که دیگه تنهاش نمیذارید. اگر میخواد گریه کنه اجازه بدید که گریه کنه. ازش بخواید که شما رو ببخشه از اینکه به او بی‌توجه بودید. از اینکه به خواسته های او بی‌اعتنا بودید. بهش بگید که اومدید تا بهش کمک کنید. اومدید تا بهش عشق، امنیت و شادی بدید. بهش بگید که لایق بهترین هاست. و بهش بگید که همیشه کنارش خواهید بود. او رو محکم بغل کنید. چه پیامی برای شما داره به اونها گوش کنید. چه حرفهایی برای گفتن داره به اونها فکر کنید. به اونها گوش کنید. دوباره به او حس امنیت و شادی بدید. او را روی زانوتون بنشونید. نوازشش کنید. اجازه بدید که حرف بزنه. به درد دلهاش گوش کنید. بگید که اون رو میفهمید. بگید که اون رو درک میکنید. بگید که ناراحتید که به اون بی‌توجه بودید. ازش عذرخواهی کنید. از او بخواید که شما رو ببخشه. شما هم خودتون رو ببخشید. صمیمی همدیگر رو بغل کنید و به او این حس اعتماد و اطمینان رو بدید که همیشه بهش توجه میکنید و حواستون بهش هست. او را دوباره ببوسید، بغل کنید و از او خداحافظی کنید. ولی بهش بگید که همیشه هر زمانی که بخواد میتونید کنار اون باشید. دوباره از اون خونه کودکیتون بیرون بیایید. از اون خیابون، از اون کوچه، از اون محله، از اون منطقه و خودتون رو توی همین اتاق روی تخت و یا روی مبل تصور کنید. احساس شادی، احساس خوشحالی، احساس بخشش رو تجربه کنید. نفس‌های عمیق بکشید. باز هم نفس عمیق و باز هم و به آرومی چشم‌هاتون رو باز کنید. آروم پاهاتون رو تکون بدید.
دست هاتون رو تکون بدید. با کف دستاتون به بازوهاتون آروم ضربه بزنید. و حالا میتونید بشینید و یا بلند شید. این تمرین رو میتونید بارها و بارها انجام بدید تا با کودک درون خودتون به صلح و آشتی برسید. این صلح و آشتی میتونه به تمام کارهایی که شما در بزرگسالی دارید کمک بکنه که بتونید به راحتی و با موفقیت کارهاتون رو به انجام برسونید. خوب، شاد و موفق باشید.